سلام دوستان، با من همراه بشید تا زیر 2 دقیقه بهتون بگم تهران ابزار گوهرتراشی حکاکی کجا میتونید پیدا بکنید قیمت مناسب. میرید مترو حسن آباد، بعد از مترو حسن آباد میرید بالا، خیابون حافظ جنوب رو میرید بالا که رسیدید همون دور میدون میگردید، بازارچه حسن آباد رو پیدا میکنید. وارد بازارچه که میشید اولین راه رو دست چپ تا انتها میرید. این بازار کلا ابزار فروشیه، ولی انتها ابزار هدایت، انواع وسیله‌های گوهرتراشی، ابزارهای گوهرتراشی، مته گردبرها، انواع ابزارهای حکاکی و تراش رو داره. اینجا ابزار هدایت، فروش محصولات گوهرتراشی، دستگاه ابزارهای حرفه‌ای گوهرتراشی، ابزارهای حکاکی، کاروینگ، مجسمه تراشی، انواع ابزارهای تراش و پولیش و حکاکی و حجم تراشی و انواع سنباده، همه اینا رو داره. من خودم اکثر مواقع از این مغازه خرید میکنم، خریدم بیشتر روی سگمنت و مته و سنباده و این چیزا، ولی کلا همه چیز توی این مغازه از ابزار گوهر تراشی، تراش، پولیش، حکاکی، همه چیز پیدا میشه. پیشنهاد میکنم حتما به این مغازه یه سر بزنید، یا حتی اگر نمیتونید حضوری تشریف ببرید، سایت دارن، پیج اینستاگرام دارن، همه اطلاعات تو کپشن گفته میشه، شما میتونید از اون طریق بهشون مراجعه کنید. منو لایک و فالو کن، همراه شو، ویدیوهای بیشتری میذارم.